برای این سفارش نمیدونستم باید گریه کنم یا خوشحال باشم. یه خانومی بهم پیام دادن و بی مقدمه گفتن من چندین ساله برای دخترم مادری نکردم. لطفاً یه پک صورتی سفید برای دختر قشنگم بچینید تا شاید یه شروع دوباره برای رابطه من و دخترم باشه. منم که از حرفشون شوکه شده بودم و نمیدونستم چی باید جواب بدم، گفتم چشم و رفتم سراغ آماده کردن سفارششون. تا اینکه یهو پیام بعدی رو فرستادن. بهم گفتن برای چندین سال متوالی دچار افسردگی بودم و اونقدر درگیر تاریکی افسردگی شده بودم که حتی دختر یکی دونم رو هم فراموش کرده بودم. اسم دخترم رهاست و رهای زندگیم توسط مادرش رها شده بود و علیرغم تمام تلاش‌های خانواده‌ام تنها چیزی که احساس می‌کردم بی‌حسی بود. اما انگار یهو ورق برگشت و من با شنیدن خبر خوش قبولی دانشگاه دخترم چشام مثل ابر بهار شروع به باریدن کردن و از اون لحظه به بعد تمام عواطف و احساساتم آروم آروم برگشتن. منم که داشتم حرفای این مامان مهربون رو گوش میدادم، اشک تو چشام جمع شده بود و بغض کرده بودم. و اون لحظه بود که با تمام وجودم خدا رو شکر کردم که این مادر مهربون تونسته افسردگی رو شکست بده و از نو رابطش رو با دخترش بسازه.